در پاییز 1322 چرچیل، روزولت و استالین به تهران آمدند تا درباره آینده جنگ تصمیم بگیرند. این چهره یک کشور اشغال شده است. ارتش‌های شوروی و بریتانیا در شهریور 1320 از شمال و جنوب ایران را اشغال کردند. مردم اما گرفتار یک لقمه نان بودند. نان مشکل اساسی بود و خیلی خیلی وضعش بد بود. ارتش و شهربانی و اینا مطلقاً نابود شده بود. اختیار کشور افتاده بود دست لاتا، یعنی بدون اجازه لاتا نونوایی به هیچ کس نون نمیداد. اشخاصی بودن صبح میرفتن تا شب تو نونوایی وای میستن، حتی یک نون گیرشون نمیومد. شاه جوان ایران هم چندان از آینده اش مطمئن نبود. پدرش رضا شاه پس از یورش متفقین مجبور شد از قدرت کناره‌گیری کند. محمد رضا شاه میدانست بر تختی تکیه زده که پایه‌هایش سست است. او نه در داخل کشور قدرت چندانی داشت و نه قدرت‌های جهانی جدیش می‌گرفتند. در این بین بیان که شاه در جریان باشد، مهمان‌های مهمی در راه تهران بودند. شاه نه در جریان بود و نه دعوت شده بود. شاه که اگر به خاطراتش برگردید به غایت از این قضیه رنجیده خاطر شده بود. احساس میکرد که بهش بی‌اعتنایی شده. درستم ایرانیان زیادی از بزرگ و کوچک به عنوان کارگر توسط قدرت‌های خارجی به کار گرفته شده بودند. در شرایط بد اقتصادی ایران آن روز، این شاید از معدود راه‌های گذران زندگی بود. کنفرانس تهران و رخدادهای بعد از آن تأثیر ماندگاری بر محمد رضا شاه داشت. حضور ناخوانده مهمانهای کنفرانس تهران شاه جوان را تحقیر کرد، اما نتیجه این نشست قدرتش را تحکیم کرد. شخصیت شاه از نوعی بود که وقتی قدرت احساس میکرد میتازوند، اونچنان که مثلا در 73 74 75 وقتی که احساس ضعف میکرد برمیگشت به اون دوران ضعیفترین زندگیش. محمد رضا شاه توانست از دل این بحران قوی‌تر از قبل بیرون بیاید و پایه‌های قدرت خود را تحکیم کند، اما به بهای باز شدن پای یک قدرت جدید در ایران. سایه کنفرانس 4 روزه تهران تا سالها بر ایران سنگینی کرد. سرنوشت جنگ در کشوری رقم خورد که از خود اختیاری نداشت.